بابا جان جواب این حاجری رو بدین. چرا اینقدر لجبازی میکنی؟ تو با این حاجری مگه در تماسی؟ نه به خدا کی گفته؟ هیچ گربه‌ای محض رضای خدا موش نمیگیره. هیچ خبر داری جریمه زندان تو این گوخوریاتو مریم از کجا آورده؟ شده کلیامو بفروشم جورش میکنم. آخه قربونت بشم چرا باید بریم زیر بدبخت شدنمون امضا کنیم؟ اون دوتا مفرق قرازرم بکن تو چشات. خواسته یه خدمتی کرده باشه منو رسونده. هیچی بینمون نیست باور کنی. بیا برو بیرون. بهت گفتم بیا بیرون. یا قمر بنی هاشم. پس این 2 سالی که من زندون بودم تو چه گوهی داشتی میخوردی؟ خیلی حال خوبی دارم باش. باشه حالا فهمیدم چی میگی. اگه راست میگی با غیرتی این آجرو از فوت برادرم اینجا افتاده. یه دیوار اینجا میکشیدی که نامحرم ناموستو نبینه.